من کیک بگیرم ولی خوشگل نیستن، اگر اینکه هیچ کدوم شبیه پسرام نیستن. کیک صورتی مثلا نمیتونم بگیرم براش. رفتم کیک و اینا رو گرفتم، نمیدونم شمعو درست گرفتم یا نه. ببین من همیشه تو انتخاب عدد مشکل دارم، باورتون میشه؟ آقا نزدیک محل کارم یه دونه پشت سرم میبینین پارکینگ باز شده. این نشونه اینه که من به زودی ماشین خودمو میخرم که بیام اینجا ماشین رو پارک کنم بیام سر کار. آقا چیز پیدا نمی کنم. از این گازایی هست که میکنی تو بالون میره بالا تو بادکنک. الان دارم میرم ببینم میتونم پیدا کنم قبل اجرا. نیم ساعت دیگه اجرا دارم میرم بردام ببینم اون پیدا میکنم یا نه. ببین آخه میدونی نمیشه سورپرایزش کرد این ویدیو، یعنی بعد همینجوری بعد قبل کار بعد کار اینا یه حرکتی بزنم وگرنه هر کاری کنم تو خونه رو بکنم میفهمه. یعنی تنها کسی که اومده نیست منم. همه اینجا هالووینی هست. من اینا رو از نوروزه نگه داشتم. میشه چند ماه؟ تقریبا 8 ماهه. 8 ماهی که 7-8 ماهی که نگهشون داشتم. بعد اینو ببین کی بهم داد. منصور هست. دیوونه 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 شو دیوونه سر کنسرت منصور بودیم، یعنی ما دنسراش بودیم. بعد درامر منصور که تو تیم خودشه اون اهل کلمبیاست. بعد یه بار که پشت صحنه نشسته بودیم دور هم دیگه و اینا، دیوید هم اون روز اومده بود. بعد اینا که همدیگه رو دیدن و شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن، یا مثلا اسمش رودریگو بود. رودریگو فهمید که مثلا دوست پسر منم کلمبیاییه، اصلا خیلی ارتباط قشنگی بین هممون شکل گرفت. بعد روزای بعدش که دیگه مثلا دیوید همراه من نبود، یواشکی اومد این بادکنکا رو بهم داد، گفتش که اینو من از کلمبیا آوردم، این باشه برای دیوید، سورپرایزش کن هر موقع تولدش بود. بعد بهم گفت تولدش که گفتم او 7-8 ماه دیگه است. خب باشه نگهش دار، اون موقع استفاده کن. و من کل این مدت اینو نگه داشتم و نمیدونید که چه جاهایی قایم کردم که این هیچ وقت نبینه. فلیز کومپلانیوس. خب من کارم تموم شد. همین الان دیوید زنگ زد گفتش که داره برمیگرده و اینا. منم نمیتونم دروغ بگم که همونو گفتم آره منم کارم تموم شد دارم برمیگردم. گفت خب پس با هم برگردیم. هیچی دیگه نمیتونستم بگم نه من تنها میام تو تنها برو. دیگه میبینه دیگه کیک و اینا رو، دیگه چیکار کنم دیگه، نمیتونم کار دیگه بکنم. Abi, nasılsın? Merhaba baba. Baba bunu sürpriz etmek istiyorum. Olmuyor. Çünkü hep beraber istedik. Olmuyor. Nereden çiğnedi? Sonra آخر شب دوستم اومد با دوستم hiç neferim çoğu değil. I can't see you. همکاری ساناز هنومن دوست دارم. میگه خانومم دوست دارم. فکر کردم بس میگه که هنوزم دوست دارم. نمیتونه بگه خانومم te amo mucho.
you for you. Happy birthday to you. بابا سرده واقعا اینو چجوری با تاپن نمیدونم یه جو خطرناکه توش مثلا ما توریستیم این چیزا رو ندیدیم رفتیم همه لباسا رو گرفتیم ولی فیلمای اونا رو نمیتونم بذارم چون که قرار موزیک ویدیو بیاد بیرون. موزیک ویدیو اومد بعد برید تو پیج تو چنل خودش پشت صحنه شو مثلا بعداً ببینید. حال کردی دیوید هم که تولدشه بهش گفتم تا الان نقش کینگو داری، نقش پادشاهو داری. گفتم برو عزیزم برو بالا بشین دستور بده فقط. اما واقعا اولین سالیه که تولدشو با همین هپی برثدی No. Salam dadash. I'm waiting for your gift. I'm waiting for your gift, dadash. Baby, we can make a photo and put that photo there. You want? Money. I want money. اینا رو هم من یاد گرفتم اینقدر پولکی نبود. آرتیستمونه. People who know me, you know what I will do first. Eat. And you know what I will eat. Chicken. من گیاهخوار دوست پسرم که غیر گیاهخوار. ببین چون First, eat. مثل خودمه منم خیلی نایکی دوست دارم الان اومدیم نایکی. My girl told me, today you can take whatever you want, I will pay. You know what I say to her? I say, no, of course I will take everything and you will pay everything that I want. It's my birthday and this is only one day of the year. Because the other days is only for her. For me it's only one day. So guys, if this opportunity come, take it and buy everything. Buy this, buy that, buy this, buy درو that, میگه buy this, هیچی buy تا that, الان buy this, buy نخریده that. ولی که میگه هیچی تا الان نگرفته هیچی داره تعطیل میشه دیگه هنوز هیچی نگرفته به زور آوردمش اینجا اومدم که واسه دیوید خرید کنم و اومدم قسمت زمینه واسه خودم نگاه میکنم دیگه همینه که هست واقعا هم چیزی ندیدم چیزی نخریدم در حال پاره شدن هستیم از صبح بیرونیم تهش هم فقط یه کت به زور خودم بزرش خریدم و یه دونه کیف که قرار خودم استفاده کنم الان تازه داریم میریم خونه 9 ساعت بیرونیم تازه میخوام برم خونه کیک میکینو بذارم Sit there. Okay. Amor, happy birthday.